و سکه دوم گفتم اینا 3 تا سکه بود که پدرم به من داده بود و به من سفارش کرده بود که نگهدار تا مثل 3 تا پر سیمرغ که هر موقع احتیاج داشتی اینا رو استفاده بکنی. ولی الحمدلله ما هیچ وقت در زندگیمون به مو کشید ولی پاره نشد. ببخشید من خیلی بغض گلومو گرفته برای این پسر. نمیتونم درست صحبت بکنم ولی این سکه کوچیکو از ما بپذیرید. پدر و مادر آقای پناهی آزاد ممکنه که اینا دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره. حتما به دستتون هر جور شد میرسونم. یک هدیه، یه عیدی کوچیک از طرف ما اسوانیا به شما مردم قهرمان لور هستش. سکه دومی رو گذاشتم برای اون پسر اسوانی، پدر و مادر اون پسر اسوانی که حاضر نشد به هم شهریاش و هموطنان خودش شلیک بکنه. و درود میفرستم به پدر و مادر این پسر. و سومی به پدر و مادر اون بسیجی که لباس ضد شورش بهش پوشونده شد و طبق گفته آقای احمدی نژاد و آقای شکوری راد که اعلام کردند که این بیزبون ها از پشت سر بهشون تیراندازی شده و اونام جزی کسایی هستن که خونشون رو در راه کشور دادن. من سواد سیاسی به اون صورت ندارم، اما همیشه